هم شاغلشم. دو تو املاکیه، مواد لازم، سری که برق بزنه، چه بامو چه بیم، یقه دلبری باز میکنی تا پایین، خم بشی به ما بگی سلام این موها بخوره تو دماغ من، عکس کن. 206 سفید داری یا یه وسپای رنگ، کالج بدون جوراب، شلوار اسکینی، کامپوزیت های یه دست سفید صدفی، دو تا خط داری. 0912 رو بده به ما معمولیا، 0938 رو بده به خوشگل بلاها. یوز ایرانی رو کی نجات داد؟ املاکیا. از بس پلنگا رو گرفتن زیر بال و پرشون. آسانسور املاکیا چیه؟ پیرزن پولدار. شما خونه یه پیرزن پولدار رو میفروشی، از پیرزن پولدار تغییر نقش میده به یک مادر قندی مهربان. پسرشی، همسرشی، شریک و یار و یاورشی، توی یه دیوار سنگی دو تا پنجره میشید که اصیل. نه تو پرزنت کردنه. تمامی که قاچاقچی مواد مخدر با قاچاقچی اسلحه دارن فکر میکنن کدوم کلیه‌مو برای کدومشون ببرن. از آرامش این خونه برام بگو در ازا شاید لب مرزی ولی از آدما دوری. یه آرامشی داره. ویو خونه کجاست؟ کابینت سازی برادران عظیمی به جز مسعود تو جاده مخصوص. بگو الان نمین مه گرفته بره کنار سر کاخ سعدآباد میزنه بیرون. هر کی هر چقدر داشت بگو 500 نداری بیشتر جور کنی. یه ملک عیونی برات دارم. ما خودمون یه بار 8 سال داداشم گرو بود. پیش صاحبخونه زندگی میکرد، به جا پول پیش گذاشته بودیم. چون دیه‌ش هم میرفت بالا، ارزشش هم میرفت دیگه، یر به یر میشد برام. اگر گردش مالیمون بالاست، مشتری خوبتیم. بین قهوه و نسکافه و آب حق انتخاب بده. اگه گردش مالیمون جز قشر معمولی جامعه است، آبجوش دیشب و رنگ خوراکی بریز بده دستمون.